ترجمه قرآن برادران، ترجمه قرآن، کتاب‌هایی که ترجمه قرآن است، در وقتی که میخوانید احتیاط کنید، علل خصوص با زبان تاجیکی. یعنی با زبان تاجیکی یا با بعضی زبان‌ها قرآن تحت اللفظ ترجمه کنید، معنای پررگیش نمیفهمد مردم. بنابراین بسیار آدم‌هایی که من قرآن 10 بار خوانده برآمدم ترجمهش مراد، 5 بار خوانده برآمدم، 20 بار خوانده برآمدم، نیافتم که در قرآن الله تعالی عرق حرام گفته است، نیافتم که در قرآن حجاب فرض گفته است. گفتگی آدم‌ها رو من بعضی آیات‌ها رو میخوام، گفتم بخوام، میخوام چی فهمیدی؟ گفت نفهمیدم. تو مخی نمیفهمی. الله تعالی میگه که و تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ما چنین ضرب المثل ها میزنیم در قرآن. علامه ابن القیم میگن زیاده از 40 ضرب المثل است. الله تعالی مثال های معنوی را با مثال های مادی ضرب المثل زده فهمانده است. الله تعالی میگه که و تلك الامثال نضربها للناس، ما چنین ضرب المثل ها میزنیم و ما یعقلها الا العالمون، لیکن این ضرب المثل ها رو نمیفهمد مگر علما میفهمند. یعنی آدم عامی کتاب میخواند، قرآن میخواند، شاید ترجمه میکند ولی معناش رو نمیفهمد. بنابراین ترجمه ها یعنی که از نخواندن خوب است، یک چی میفهمید ولی گمراه نکند. بعضی انسان ها گمراه شدن ترجمه را خوانده. من بعضی انسان هایی که خودشون دانا میگیرن این قرآن بدون تفسیر، بدون زبان عربی این فهمیده نمیشه. حتی به زبان عربی قرآن ترجمه کرده نمیشد. یعنی معنای بعضی کلمه های قرآن که الله تعالی یک کلمه رو استفاده کرده است، مثلا این اعطیناک الکوثر گفته است. کلمه اعطینا 999 مرادف دارد، سینونیم 999. اگر همون 999 جای اعطینا مانیم، بعضی علما میگن معنای اعطینا نمیتید. برای چی الله تعالی مخصوصا همین کلمه رو اختیار کرد در همین موقع؟ اون معنا دارد. لغت عرب به نهایت لغت بای است. بنابراین ترجمه نخوانده اگر تفسیر خوانید، یعنی که تفسیر کم و بیش یعنی جمله یا آیت کوتاه را مثلا اقلا 1 صفحه نیم صفحه وسیع کرده شرح میده، میفهماند، آسان و ساده تر کرده میفهماند. و الا این کلام بسیار پرمضمون و پرمحتوا است، چون که در داخل همین یک قرآن که یک جلد است 300 ورق هست، الله تعالی خبری گذشتگان، خبری آینده، تا اهل جنت به جنت در آمدن، تا اهل دوزخ به دوزخ در آمدن، از ابتدا، از آن روزی که چیزی نبود، همه چیز را در داخل قرآن تمام فنها، تمام علمها ذکر شده است. بنابراین با لفظهای مجمل مختصر ذکر شده است که اینه آدمی که تفسیر نخوانده است نمیفهمد. برای تفسیر خواندن اول لغت عرب خواندن لازم است که همین کلمه در لغت عرب چی کلمه را افاده میکنه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ترجمان قرآن، مفسر قرآن و برکت دعای جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، لیکن میگن که من کلمه فاطر نمیفهمیدم. سوره فاطر است در قرآن، الحمد لله فاطر السماوات والارض. نمیدونستم که فاطر به چی معنا باشد. حتی به نزدم 2 اعرابی آمد، 2 عربی بادیه نشین. عربهای بادیه نشین زبان آنها تازه تر است نسبت عربهای شهرنشین. عربهای شهرنشین زبانشان آمیخته شدگی است با انگلیسی و با فارسی و با ترکی و با دیگر آدم‌ها، با دیگر زبان‌ها، زبانشان آمیخته شدگی است. مثلا زبان تاجیکی ما را گیرید، با زبان روسی آمیخته است. اگر ما همراهی یگان ایرانی یا همراهی یگان افغانی فارسی زبان اگر صحبت کنیم، آنها بعضی کلمه های ما را نمیفهمند. برای چی؟ برای آنکه سخنهای ما آمیخته به لغت روسی هست، یا گاهی به ازبکی هم. یا مثلا ازبک های تاجیکستان
یا ازبک های ازبکستان سخن های ازبکیشان آمیخته به روسی هست، اما ازبک های افغانستان سخن هاشون آمیخته به فارسی هست. یعنی که در بین سخن هاش لغت های فارسی استفاده میبرد ازبک های افغانستان، اما ازبک های تاجیکستان کلمه های روسی را استفاده میبرد. بنابراین مردمی بادیه نشین زبانش تازه بود، برای اینکه در بادیه غیر خود آنها دیگر کسان نمی آمد و آنها با زبان عربی تازه سخن میکردند. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم کودک بودند، مادرشان به بادیه به نزد حلیمه سعدیه بردند تا اینکه هم در هوای تازه نشأ و نمایان سالم به وایه رسند و هم زبان عربی فصیح و تازه را یاد گیرند. وقتی که دو بادیه نشین به نزد ابن عباس همچون قاضی آمده مراجعت کرد، آنها عاید یک چاه جنگ و جنجال داشتند. یکی آنها میگفت که انا فطرتها، این چاه من کافتم، یکی دیگر میگفت که انا فطرتها، من این چاه کافتم. بعد از همینجا ابن عباس میگه که کلمه فاطر را من فهمیدم، یعنی فاطر به معنای سازنده و پیدا کننده بوده است، یعنی این چاه را من پیدا کردم، من کافتم. یکی آنها میگه که من کافتم. قاضی باید حکم کند که کدام اینها چاه را کافته است، ولی ابن عباس از آن سخن آنها کلمه فاطر را فهمیدند. یعنی برای تفسیر قرآن باید زبان عربی تازه را انسان تعلیم گیرد. یک دومینش قرآن را به قرآن تفسیر کرده میشد. الله تعالی یک کلمه را یا یک جمله را در یک جای قرآن کریم گفت و همین جمله را در دیگر آیات ها تفسیر کرد. مثلا قصه موسی و فرعون در 30 جای قرآن تکرار آمده است. الله تعالی قصه موسی و فرعون رو 30 مراتبه تکرار کرده است، لیکن با لفظهای گوناگون، با صیغه های گوناگون، در بعضی جاها مختصرتر، در بعضی جاها وسیعتر، که همدیگر را تفسیر میکند، شرح و معپوره میکند. مثلا درباره شب قدر انا انزلناه فی لیلة القدر گفت. الله تعالی گفت که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. بعد گفت که و ما ادراک ما لیلة القدر، تو میدونی که لیلة القدر چی شب است؟ شب قدر چی شب است آیا میدونی؟ و تفسیر کرد لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه عبادتی که شب قدر ندارد، یعنی زیاده از 83 سال. یعنی در دوامش تفسیر کرد. در بعضی جاها در دیگر سوره ها تفسیر میکنند. بنابراین بهترین تفسیری که قرآن را به قرآن تفسیر میکند این تفسیر علامه محمد امین شنقیطی رحمت الله علیه که اضواء القرآن فی تفسیر القرآن بالقرآن، اضواء القرآن، این قصد قرآن با قرآن تفسیر کردن که حتی بعضی علما میگن که به این شکلی که علامه قرآن را تفسیر کرد سابقه ندارد. و دوم نوع تفسیر قرآن را با حدیث تفسیر میکرد. در یگان جای قرآن نمیابید که الله تعالی گفته باشد که در هر یک رکعت نمازهاتان سوره فاتحه خوانید، یا وقتی که رکوع کردید سبحان ربی العظیم گویید، یا از 40 گوسفند یک گوسفند زکات گفته در قرآن الله تعالی گفته باشد. لیکن الله تعالی زیاده از 40 جای قرآن و ما سپارش داد که و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چیزی که پیغمبر آورد شما بگیرید. و من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت پیغمبر کرد و اطاعت الله کرده است. یعنی ما را حواله به سنت کرد، حواله به حدیث کرد. هر چیزی که در قرآن نیافتید به حدیث برگردید، چون که الله تعالی قرآن را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد. گفت که لتبین للناس ما نزل الیهم، تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم وظیفت این که مجمل قرآن را بیان کنی، وسیع کرده فهمانی. و این در حدیث است اوتیت القرآن و مثله معه. در سنن ابو داود ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من قرآن داده شدم و مثل قرآن داده شدم. یعنی مثل قرآن حدیث، یعنی وحی است. ویم الله تعالی گفت که ما ینطق عن الهوى،
پیغمبر صلی الله علیه و سلم از هوای نفس خش از پیش خود حرف نمیزند. این هو الا وحی یوحى. هر سخنی که پیغمبر میگوید وحی است، خبری آسمان است، از نزد الله آمده است. بنابراین حدیث قرآن را تفسیر میکند. این دویم نوعی تفسیر است. یکمینش تفسیر قرآن با قرآن، سپس تفسیر قرآن با حدیث، و سیومینش تفسیر قرآن با سخن صحابه. چون که صحابه ها در وقت نزول قرآن شاهد زنده بودند، میدانستند که این آیت برای چی آمد، سبب نزولش چی، برای چی نازل شد. کسی آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در یک بابت پرسان شد، بعد عین حال به پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی آمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوال دهنده جواب گفتند. صحابه شاهد بود، در همونجا بود، بنابراین او خوبتر میفهمد. بعد از آن قول صحابه، بعد از آن قول تابعین. چون که تابعین مانند مجاهد ابن جبر میگوید که یگان آیت قرآن نیست مگرم ابن عباس را در هر یک آیت می استایاندم و می پرسیدم. مجاهد ابن جبر یکی از شاگردان پرقوت عبدالله ابن عباس است. و این چونین بعد این به لغت عرب، چون که الله تعالی که ما این قرآن را به زبان عربی مبین نازل کردیم. زبان عربی، بنابراین علمای اسلام، مفسرها، علمای لغت، کتابهای زمان جاهلیت را هم میخوانند. شعرهای زمان جاهلیت، زمان جاهلیت به معنی که پیش از اسلام، اون کسایی که پیش از اسلام کتابها نوشتن، شعرها نوشتن، همون شعرها رو عالم اسلام میخواند، حفظ میکند، میفهمد، در نزد استاد تعلیم میگیرد. برای چی؟ برای آنکه یک کلمه در قرآن چی مدلول، در لغت عرب به چی معنا دلالت میکند، عرب ها این کلمه را در چی استفاده میکردند. مثلا نماز شام که قضا میشد وقتی که شفق غایب شد. این 4 مذهب همه همین گپه میگوید. شفق که غایب شد نماز شام قضا شد میگن. خب شفق چیست گویم؟ بعضی علما میگن که شفق سفیدی، یعنی در طرف مغرب، بعضی میگن که شفق سرخی. اما اختلاف پیدا شد. کسی شفق سرخی گفت نماز شام بر وقت قضا میکنند، وقتش کم است میگن. کسی گفت که شفق سفیدی است، نماز شام وقتی وسیع‌تر میتید. میگه تا سفیدی غایب نشود اول سرخی میشد. آفتاب که نشست، در طرف آفتاب نشست، شما وقتی که به طرف آفتاب نشین اگر نظر کنید به طرف مغرب سرخی میبینید هوا رو، اما به طرف مشرق نگاه کنید سیاهی میبینید. همین سرخی که غایب شد، از بین که رفت، شام قضا شد میگه. و بعضی علما میگن که نه، بعد سرخی سفیدی میشد. سفید چه؟ همون سفیدی هم که غایب شد و پر سیاه شد، شام قضا شد میگن. و ما مجبور هستیم در این حالت به لغت عرب بازگردیم که کلمه شفق را عرب‌های قدیم، عرب‌ها به چی استفاده می‌بردن؟ می‌بینیم که یکی از عرب‌ها میگه که من در بالای بوریا خوابم برد است، میگه وقتی که از خواب خستم روی‌هایم میگه مانند شفق سرخ شده است میگه. یعنی ایزه بوریا بر روش گذشته است، وقتی که روش از بوریا که برداشت روحاش سرخ است. شفق را به سرخی تفسیر کرده است در لغت عرب. بنابراین این کلمه های قرآن کریم، بعضی کلمه ها هست 5 معنا دارد، 10 معنا دارد. به کدام معنا آمده است همین آیت؟ یعنی که این آسان است این همین خیلی گیریم و ترجمه کنیم. بنابراین احتیاط کنید در ترجمه ها و ما همیشه در فهم قرآن، در فهم حدیث به عالم ها محتاج هستیم. هر آیتی که نفهمیدیم باید از اهل علم بپرسیم، چه خیلی که الله سبحانه و تعالی دستور داده است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید اهل علم را پرسان شوید. انسانی که همین قرآن کریم رو با زبان عربی میخواد اما نه اونقدر عربی رو مقصد خوبتر میدونه، آهسته میخواد، اما مدت 2-3 ماه میشود که حالا هم ختم نکرده است، میتوند از قرآن تاجیکی استفاده برد، ختم نکرده و بیتون رسوند، بعد
قرآن تاجیکی رو خوانند. که به معنای ترجمه تاجیکی باشد، بله بله. ترجمه تاجیکی خوانده استفاده بردن، یعنی از معنی های قرآن باخبر شدن اجازت است. ما در این باره وسیع‌تر هم صحبت کردیم که بسیار دیگر جهت های تفسیراش گفتیم. اما مسئله از خط کریلی قرائت قرآن، یعنی ترجمهش نه خود قرآن باشد، نخوانید برادرها. برای چی؟ برای آنکه 4 ز هست، همش باید ز نوشته میشد. 3 حرفی س هست در لغت عرب، همش باید س تاجیکی، س روسی نوشته میشه، تلفظش یک خیله هست، با آن غلط میخوانید. مادامی که از قرآن خوانده میتوند کم و بیش باشدم، همون دوام دهد. انشاءالله کسی که اگر نیت کند در این ماه مبارک رمضان آموختن قرآن کریم را، میتواند در مدت 1 ماه هم قرآن از زبان عربی میخواند و هم انشاءالله خطاگی های خود را اصلاح میکند. کوشش کنید برادرای، ماه نزول قرآن است، ماه مبارک است. در این ماه نیت کنید برای آموختن قرائت قرآن از زبان اصلیش.